جزئیات سفر پوتین به تاجیکستان. آزمون قبولی داوطلبان به مکاتب عالی روسیه برگزار می شود. ناتو تعداد نیروهای زودعملش را به بیشتر از 300,000 می رساند. در تاجیکستان حرارت هوا تا 45 درجه بالا خواهد رفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز 28 ایون ضمن سفر نخستین خارجیش به دوشنبه از زمان تجاوز مسکو به خاک اوکراین با امامعلی رحمان ملاقاتی یک به یک انجام می دهد. یاور پرزیدنت روسیه یوری اوشاکوف به خبرنگاران گفت که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین و امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات در دوشنبه به مسئله های مبرم همکاری های دو جانبه در بخش های تجارتی و اقتصادی، نظامی، تکنیکی، فرهنگی، گومانیتری و مهاجرت دخل خواهند کرد. همچنین پوتین و رحمان نقشه های شریکی منبعد را با در نظر داشت آنکه دولت ها در سال 2022 30مین سالگرد برقراری روابط دیپلماتی را جشن میگیرند بیان خواهند کرد. به گفته اوشاکوف در جریان مذاکرات به وضع افغانستان توجه خاص ظاهر کرده می شود. قرار است چاره‌های مشترک عاید به تامین امنیت سرحدی تاجیکستان، جلوگیری از ورود رادیکال ها از قلمرو افغانستان و مسائل ساختمان دفاع بررسی شوند. سران کشورها همچنین دایر به دیگر مسئله های مبرم روزنامه منطقه تبادل افکار خواهند کرد. یکی از آنها امکانی پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا می باشد. برای داوطلبان از تاجیکستان که می‌خواهند در مؤسسه های عالی تعلیمی روسیه تحصیل کنند، 3 ایون در دوشنبه آزمون برگزار می شود. گفته می شود که آزمون در دانشگاه اگرری تاجیکستان از ساعت 8 صبح آغاز می شود. از جمله داوطلبان امکان دارند که در این روز دانشگاه دولتی اگرری ایرکوتسک را نیز برای ادامه تحصیل انتخاب نمایند. باید این داوطلبان همراه خود دو حجت داشته باشند، یکی شناسنامه خارجی و یا شناسنامه داخلی، یکی اتستات اگر اتستات را داشته باشند. ناتو تعداد نیروهای زود عملش را به بیشتر از 300,000 می رساند. در این باره دبیر کلی ناتو ینس استالتنبرگ به رسانه‌ها خبر داده گفته است ما به بازآموزی نیروهای زودعمل ناتو مشغول می‌شویم و تعداد آنها را به بیشتر از 300,000 می‌رسانیم. به گفته استالتنبرگ در سمیت مادرید که روزهای 28 ایون برگزار خواهد شد، همپیمانان ناتو کانسپسیوی رهبردی نوی را قبول می‌کنند که در آن روسیه یکی از خطرهای عمده و مستقل امنیتی اعتراف می‌شود. همچنین در حجت مذکور بار اول از خطرهای یاد می‌شود که از چین می‌آید. نیروهای زودعمل ناتو از نظامی‌های پیاده‌گرد، جزء اتم‌های هوایی و بحری، اینچنین نیروهای ویژه عبارت است که ائتلاف نظامی ناتو در صورت ضرورت به طور فوری آنها را استفاده می‌کند. عین زمان تعداد چنین نیروهای ناتو به نوشته رسانه‌ها تا به 40,000 کس می‌رسد. آژانسی آب و هواشناسی تاجیکستان از گرمای شدید خبر می‌دهد که روزهای نزدیک در کشور در نظر است. طبق اطلاع این نهاد تا 3 ایون در ناحیه‌های وادی ولایت ختلان و ناحیه‌های مرکزی گرمای شدید در نظر است. حرارت هوای اتمسفری در ناحیه‌های جنوبی مرکز تا 40-45 درجه گرم می شود. در ناحیه‌های کوهی تابع مرکز و غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان تا 33-38 درجه هوا گرم می شود. این بود شرح خبرها تا این دم. با ما بمانید.